السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروز عصر 21 که هست، راه‌های فریب خیلی زیاد هستند و بعضی راه‌های فریب هستند که حتی انسان گمان نمی‌کند که او فریب خورده ایستاده است یا همون نفری که فریب داده ایستاده است حتی خودش را چیکار می‌کند؟ قانع می‌سازد که او فریب نداده ایستاده است. یک نفر ماشین فروش است. ماشین را چیکار میکند؟ همون کیلومترش که زیاد راه گشتگی است، آهسته یگان شناسش میبرد، میگوید همین کیلومترش را به قفا گردانه، خوش رو گویا ماشین چی است؟ زیاد گشتگی نیست. یا مثلا در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم هم همین خیل بود و امروز هم شاید هست که امروز حدیثی ما دلالت بر همین میکند. یک نفر میخواهد که چیکار کند؟ یک مال، یک گاوی را خرد که گاوی جوشایی باشد و شیر زیاد دهد. مخصوصا برای چی؟ برای شیر میخواهد گاو را خرد. میرود در بازار، از همه گاوی را انتخاب میکند که پیستانش در شیر پور است و سیر شیر است. آن را میخرد، قیمتتر هم باشد چیکار میکند؟ میخرد، میبیارد. بعد از چند روز میبیند که شیری درست نمیدهد، پیستانش خالی است. اینجا میفهمد که فریب خورده است و یک مال گرفته است که مال شیر نمیدهد برایش. پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل در حدیث مبارک خود که امام بخاری و امام مسلم روایت کردند، حدیث متفق علیه است، صحیح است، پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: لا تصر الإبل والشاة فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک خود فرمودند شما شتر یا گوسفند یا همون گاو را، مال جوشایی را، پیستانهایش را نبنده. همچنین میکردند. یک چند روز پیش از فروختن، یک چند روز پیش از روز بازار نمی جوشیدند. شیرهایش در پیستانهایش جمع میشد و شیر زیاد، گویا این مال چی است؟ گاوی خیلی جوشایی است و شیر زیاد میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شما پیستانهای مالهای خود را نبنده. گفتند پس اگر خرید در همین حالت وقت خریدار خرید و فهمید که چی شده است، فریب دادند او را، ان شاء امسکها، اگر خواست او چیکار میکند؟ او را میگیرد. اگر نخواست، فهمید که فریب است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند مال را برمیگرداند و انسان فروشنده باید چیکار کند؟ مال را بازپس بگیرد. درست نیست فریب دادن مردم به هر راه و وسیله، گرچند او گمان کند که کسی را فریب نداده ایستاده است. الله تعالی شنوا و بینا است، میداند از قلب او، از کار او، از هر فند و فریبی که امروز مردم را فریب میدهند الله تعالی آگاه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر حدیث ببینید رحمتا للعالمین، مهربان ترین بشریت هستند. در همین جا هم پیامبر صلی الله علیه و سلم عدالت را رعایت کردند. گفتند اگر نخواهد مال را برمیگرداند به صاحبش و صاعا من تمر، و یک صاع خرما میدهد. یعنی پول همون شیرهایی که جوشیده گرفته است، پول همون را میدهد به صاحب مال، نه اینکه آن شیری که گرفته است، جوشیده است یا همون محصولات را استفاده برده است، حق استفاده برده اش را میدهد و سپس بار را چیکار میکنند؟ برمیگردانند. این عدالت اسلام رو بینید، عدالت پیامبر رو بینید. حتی در حالت برگردانیدن مال چیکار میکنند؟ مهلتی که استفاده برد یا همون شیری که استفاده برد، همون مبلغش رو میدهد. امروزها شاید گاو را چنین نکنند، اما متاسفانه راه های دیگری هست که نعوذ بالله همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بر علا دیده می شود. امروز
اکالهای متاسفانه گرمان ها میزنند به مال ها، به گاو باشد یا به دیگر چیزها باشد، یا حتی نوارهای هست که مرغ ها به مرغ ها چیکار میکنند. امروز یک چوجه رو میگیرن، در یک هفته مرغ کلام میشود. از کجا میشود؟ آیا الله تعالی یک طبیعی او رو پرورش کنند در یک هفته چوجه میده در یک هفته مرغ کلام میشود که 1.2 کیلو وزن گیرد، یک اکال میکنند؟ عیناً همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یا بسیار امروز رکلامه هایی که ما و شما میبینیم، در رکلام چیکار میکنن؟ فتوشاپ و هر خوشرو کرده، مثال عادیش یک برگر در حقیقت چه خیلی است و بعد فتوشاپ کرده، خوشرو کرده، برگرهای کلان کرده، آب و تاب داده، گویا به قول ساچنی کرده نشان میده. و یا هر چیزی که امروز ما میبینیم در رکلامه ها حقیقتش رو چیکار میکنن؟ پنهان میکنن. چه خیلی که پیستان گاو رو ورم میکنندن، امروز با طریق فتوشاپ رکلامه ها رو چیکار میکنن؟ ورم میکنند و فسان میکنند و زیب و زینت میدهند و خوشرو میکنند. از حقیقتش خیلی دور میشود. هر یک محصولات، هر یک کار، سبحان الله برادران، امروز ما و شما خیلی باید در کار و فعالیت در تجارت ما و شما ببینید پیامبر صلی الله علیه و هر یک نازکی رو برای ما و شما بیان کردن. الله حق سبحانه و تعالی رو دعا کنیم که ما و شما چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرمودند: التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء، تاجر صادق امین روز قیامت همراه پیامبران و صدیقین و شهدا. هر یک تاجران ما و شما را تاجری صادق و امین گرداند و روز قیامت همراه پیامبران و صدیقین و شهدا محشور بسازد. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.